سلام بچه‌ها، من امروز اومدم موزه تاریخ طبیعی شیراز. قراره سفر کنم به چند هزار سال قبل. اینجا یه سری حیوونا، یه سری ماهی‌ها، یه سری فسیل‌ها و حتی یه سری مومیایی‌هایی وجود داره و یه دونه ماموت خیلی بزرگ هست که فقط نمونهش توی ایران هست، اونم توی شیراز. پس بریم که با هم دیگه ببینیم همه اینا رو. پس لیتس گو. بچه‌ها من وارد موزه شدم. من انقدر قشنگه دلم نیومد تنهایی خودم ببینم، دوست دارم با شما ببینید. خیلی قشنگه، از بیس همشو بهتون نشون میدم. بچه اولین چیزی که من اینجا دیدم بره عجیب الخلقه است. یک سر با 2 تنه. جنین سگ نژاد شیتزو. بچه ما هممون یه روز اینجوری بودیم. جنین انسان. این 7 ماه هست، این 6.5 ماه هست، این 5.5 ماه هست. همینجور میریم پایین تا عجیبه. اصلا خیلی جالبه، واقعا جالبه. این بچه شغاله، این خفاش میوه خواره، جنینش هم کنارشه. این بچه شیره. خدای من، مثلا فرض کنید شیر انقدی رو بزرگش کنی. اینا خوکچه هندی هن، سنجاب، موش. بچه جالب اینه که همه اینا واقعی هن. رسیدیم به قسمت مورد علاقه من. یه پرنده است که من خیلی دوستش دارم، خیلی پرنده مورد علاقه. ببینید چقدر قشنگه. رخو ببینید، تنها کسی که واقعا رخ بابا بهش میاد برازندش همینه. بالاشو ببینید. این پرنده ها چقدر خوشگلن، رنگ آبی دارن. کاسکو، عروس هلندی. چه بامزه است. همه شاهکارهای خداست. ای جانم، هدهد چقدر خوشگلن، چقدر دوست داشتنی هن. این مرغ عشقه، ای جان دلم. مرغ شاخدار. نمیدونم چرا احساس میکنم از این میترسم. شبگرد معمولی. این رفیق منه. خیلی حس خوبی دارم به این پرنده. ای جانم، این نگاهاش زنده است، انگار هنوز حس داره نگاهش. ای جان دلم، این چقدر خوشگله.
قرقاول خیلی زیباست. این همون لاک پشتی که دلش میخواست پرواز کنه. شبیه سازی کردن منظره پشتش خیلی قشنگه. خوشم اومد واقعا. بچه بوغلمون نر بچه ها رسیدیم به یه قسمتش که ممکنه یک کمی خوف کنید بترسید. البته خیلی هم قشنگه. چقدر وحشتناک بود. وای بابا سلام بچه خوبی؟ این اگه زنده بود حرف میزد صداش اینجوری بود. بچه برو با من بازی نکن. چقدر ترسیدم. بچه ها رسیدیم به قسمت حیوونا. میخوام حیوونا رو بهتون نشون بدم. خیلی قشنگه. این گرازه. خیلی ها دنبال گوشتشن. این سموره. این ولی بامزه است. سمور آبی. جوجه تیغی. کفتار. بچه های خیلی خوشگله. این فوکه. گربه جنگلی. نمیدونم چرا دوست دارم بغلش کنم. بچه ها گرگ. سگ. خرس قهوه‌ای. بچه ها اینو ببینید چه بامزه است. میمونه. خرگوش و مار. میخواد خرگوش رو شکار کنه. فایل از موام اومد تو صورتم. خداییش ترسیدم. دیدی میگم طرف از سایه خودشم میترسه. من الان از موی خودم ترسیدم. میگه معرفت در گرانی است به هر کس ندهم. پر طاووس قشنگ است به هر کس ندهم. ببینید چقدر قشنگه. این طاووسه نرست. این ماده چقدر خوشگله. انگار لباس عروس پوشیده. واقعا قشنگه. بچه این ماکتشه. قبلا اسکلتش بوده. اسکلتش رو بردن. این 3 متر قدش بوده. یعنی دقیقا همین اندازه که میبینید. بعد اینجام در موردش نوشتن. توی سمت مردش لپویی اونجا زندگی میکرده. الان من بذار ببینم خودم میتونم کنار این بذارم ببینم چقدر تفاوت ما. جور که میبینید چون این شبیه سازی ماکته انسان‌های نخستین. همین وایبش که همینجا وای میبینیدش اصلا یه حسی بهتون دست میده. اون لحظه انگار واقعا هستن. خیلی جالبن. یعنی من کنار اینا تصور کنم واقعی باشن واقعا خوف میکنم. خیلی قشنگه.
خوشم اومد واقعا، با سلیقه است بچه ها. این ماموته، این اندازه واقعی ماموت پشمالو. اون بچهش خدای من چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر زیباست. خدای من واقعا خیره کننده است. طبیعت به تو افتخار میکنه، میدونستی؟ واقعا خیره کننده است. بچه ها شتر مرغ، ای جان این بچهشه. این قسمت مورد علاقه بچگی های منه. من عاشق دایناسورها بودم. خیلی بامزدن، خیلی خوشگلن. همیشه چیزشو داشتم، ماکتشو داشتم تو خونه. بچه اینا شیره، واقعا خوشگله. این فقط میتونی تصور کنی که این الان زنده است، داره اینجوری نگات میکنه. نمیدونم چرا از ماره ترسیدم، از این نترسیدم. خیلی خوشگله. بچه اوهاتو میبینید که واو. بچه باورتون میشه این اسکلت نهنگ باشه؟ یعنی این توی دریا یه همچی چیزی زندگی میکنه، یه همچی چیزی هست. یعنی این دهن باز بکنه نصف این قشنگ 500 لیتر آب میخوره. بعد عکسش هم کشیدن اینجا. نهنگ خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. بچه این لاک پشته این بوده. بچه این مایه مرکبه. این وقتی شکارش میکنی از خودش جوهر پس بده، قشنگ میریزه که خیلی بالن. بچه اینم خرچنگه، وزر. این چه با مزه داره کله اونو میخوارونه. این ماهی دو تا چشم داره از بغل. اینو دیدم خندم به یه چیزی گرفت. آدمایی که تازه به دوران میرسن باد میکنن شبیه شدم. مثلا همسر اونی که مثلا حتی اینچه بال لباش ژل زده چونه گذاشته. وای نمیدونم چرا یه تصویر یه چیزی اومد تو ذهنم. بچه ها دارم میرم به یه قسمتش که برای خودم خیلی جذابه. اونجا پر از سنگه، پر از سنگایی که انرژی دارن، نیرو دارن. کلا این قسمت موزه بهش میگه موزه زمین شناسی. با هم بریم ببینید، یکی بهتون معرفی کنم. قسمت سنگو بر من خیلی جذابه، خیلی.
اینم فیروز است. چقدر قشنگه، چه برقی میزنه. این خاک نقره‌ای جزیره هرمزه که متاسفانه خیلی اونو دزدیدند. واقعا کار بسیار زشتی کردن. بچه این قسمت های فسیل های گیاهیه. بچه این شهاب سنگه. یک شهاب سنگ شناسنامه دار. این هدیه آسمونه، امیدوارم گیرتون بیاد. بچه اینجا موزه مخابرات هم داره، میخوام بهتون نشون بدم. یا تلفنایی هم که اول اینا بودن. مرور گوشی موبایل اومد، خیلی پیشرفت کرد. از این تلفن ها اینا دیگه توی نسل ما دیدن، به چش دیدن، خیلی هم خاطره دارن باشون. بچه اینم کوسه زنده است. اینم داداش بزرگترشه، روبرو اکسیژنه بایستاده. همچنان من و ماموت از دور دارید میبینید. بعد این پرنده هم بالا داره پرواز میکنه، یه پیغام آورده، میگه مرسی که ویدیوی پرهام رو نگاه میکنید، لایک میکنید، به دوستاتون معرفی میکنید. بچه اینجا موزه برقه. ببینیم این ماشینه چه باحاله، چه خفنه. بچه اون قسمت از موزه، قسمت موزه برق، این دوتا دستتون میذاره اینجا، بچه این قسمت برق تولید میکنه، لامپا روشن میشه. من الان سوار میشم. قدیمی ها اینجوری بود. کل برق شهر میگه من فهمیدم این تلفن قدیمی ها بوده بچه ها. الان من این دوتا خوشتیپو یکیشون میگم بره اونجا حرف بزنه کن بخور سراغ، از اینجا فیلم میگیرم این صداش میاد یا نه. مرسی عزیزم. با صحبت کن. علی خیلی جذابه، صدا رد میشه از اینجا. این خیلی آدم خوشتیپ نشون میده. از فردا رو باشگاه رژیم میگیرم، خیلی چاق شدم. این دیگه زحمت ادیتای منو کم میکنه. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. مرسی که لایک میکنین، چنل منو سابسکرایب میکنین. دوستان من از اینجا یه یادگاری گرفتم، یه قاب 4 فصل که از اینجا به یادگار باشه. هر سال هر روز از زندگی نگاشانم یادم این روز بیفتم که اومدم این موزه زیبا و کلاً خیلی هم خوش گذشت. امیدوارم شما دوست داشته باشید. خیلی دوستتون دارم. قلب منید.